چطوری؟ خوش اومدید به این ویدیو. این چرا اینجوریه؟ همونطور که قول داده بودم برگشتیم با بازی استقلال النصر کریستیانو رونالدو. همونطور که میدونستم و احتمال دادم الان دقیقه 61. همونطور که میدونید 0-0. الان ویدیو گرفتم ولی به نظرم اصلا جالب نبود، بخاطر همین گذاشتم از دقیقه 61 به بعد واسهتون ریاکشن برم، شاید حساسیتش بهتر باشه، یعنی بیشتر باشه، چون هرچی دقیقه چیزتر میشه میره بالاتر بازی حساستر جذابتر میشه. دیروزم که همونطور که میدونید پرسپولیس با بد شانسی باخت. من نمیدونم چجوری پرسپولیس همیشه تو بازیش خوب میبازه. اینجا هم خدایی استقلال تا الان خوب بوده، یعنی استقلال بخواد فشار بیاره میتونه اگه الکی نزنه زیر توپ. کورنر ندادی که. راستی گزارشگر امروز آقا پیمان یوسفیه، برعکس آقا خیابانی که نحسه. پیمان یوسفی رو داریم امروز. میبینیم واسه استقلال فعلا ساخته و فعلا 0-0. استقلال 0-0 رو این تیم بگیره واقعا کار بزرگیه. شما تصور کن یه رونالدوش اندازه 2-3 تا تیم پرسپولیس و استقلال سپاهان میارزه، بعد جلوشون بیایم مساوی بگیریم، اونم نه تو ایران. بازی به میزبانی ایران بوده ولی به خاطر اون داستانی که پیش اومد الان بازی توی اماراته. عربا بیشتر اون بار. برو آفاز بابا اداورد خیلی بابا رافائل سیلوا تو که چیزیت نی، چرا خودت انداختی زمین الکی ضد حمله رو یارو خطا گرفت. ای آوانتاژ شده بود، فکر کنم یه گل میزد استقلالا، چیزیت نشد. رافائل اسکول ای نگاه کن ضد حمله رو به گل خودت الکی انداختی رو زمین. بابا اون چشم تخمه داورم بعدش نمیاد سعدی سوتو زد اسکول، انگار مثلا مش خورده تو صورت رافائل، یه جوری بازی رو توقف کرد. تالیسکا اومد آجی. رفت بیا ریت تو بازی بزن زیرش، ریت تو زد حمله رفت. نه آری کلا کورنر پسر تک بده اون گوشه کورنر یاره. باری کلا به تو جنگنده. کی بودی؟ این کنم اسلامی بود. میداد یه همون سانتا تو بزن. بس ملیه، یعنی الان سپاهان هم بازی داشته باشه من طرفدارشم. بریز رو گل داشت. رامین کریستیانو رونالدو تقابل جذاب. گل وای رافائل بزن چی این چیه؟ ماشاریپو کی بودی؟ نه ماشاریپو چه پاسی داد رونالدو، دهن سرویس کریستیانو، چه پاسی دادی ولی خطا. رونالدو رو میبینیم که اعتراض میکنه، این دو سمت بازیکن، ولی قبلش رو ابوالفضل خطا شد. ابوالفضل جلالی گلش داده درست. نیمچه چیه بابا؟ وقتی پرید هوا خودش. حالا اعتراضای تیم النصر رو داری، یعنی نیمکت نشین. چرا با اینجوری سو مربی جدید استقلال چی شده؟ یارو سیاه آفریقا جنوبیه. خب بازی رو استقلال شروع میکنه دقیقه 67. به نظرم بیارید یا آرمان بلانکو رو بیارید، زلاتان رو بیارید، بلانکو هم بیارید که شبیه چیزه، یکم شبیه ون باستن قیافش. زد زیرش. دقیقا یه جو بزن زیرش، توپ تا وسط ها زمین بیاد، میزنی زیرش از دم دروازه بره تو دست گلر اونا. نمیفهمم مگه میزبانی با ایران نبوده؟ چرا النصری زیاده؟ هیچکی رونالدو رو نگرفته. بابا دهن سرویس یکی بره بگیره، چون گوشه وایساده واسه خودش. اینا میان پاسکاری میکنن. رونالدو دستش برد بالا. تالیسکا موشکی ولد. دمت کم حسینی گرفتیش اینو.
سید حسین حسینی اینو گرفت، باورم نمیشه. کنه شروع کردن با نوک انگشتش. دوباره برگشتن در شرایط وای وای تالیسکا مرسی. نزن زیرش، نزن ماشا رو بده. خطا اسلامی داداشم اسلامی. تو بیار کی اومد؟ کاکوتا میخواد بیاد این وسط دوباره دیری بازی کنه. کاکوتا داداش بیا کارو در بیار. ببین کاکوتا ماشا رو نکش بیرون که. استقلالی ها مشریفوف یه مقدار احساس میکنم همچین شوکه شده از بابا ماشا رو چرا کسخوله یارو سهرابیه؟ دیدن تابلو و نام در واقع شماره خودش حافظ جلالی هم میره که. ولی بابا ماشا و کاکوتا باید با هم باشن. مشریفوف به بازی میاد. وای بابا ریدم تو دهنت، چرا اینجوری تعویض میکنی؟ حتما یه چیزی تو سر سهراب ان تو سرشه به نظر من. برای ما هم یه مقدار عجیبه. بحث برانگیز هست. این خیلی قفونی حرکت. بعد کاکوتا اومد نوک. چه عوض شد؟ راست میگه ماشریپا فشار خیلی کم میکرد، تکنیکی کار میکرد. اون وسط مثلا بخاطر توپو یه جوری میرسوند، یه خطایی میگرفت چون ریز بازی میکرد. ریدی بابا، تاکتیکو ریدی. الان بعد این یارو ماشریپوف میبود با اندونگ و کاکوتا اون وسط بازی میکرد. کاکوتا لایی رو برم. کاکوتا اوتاویر گایدی پاسا. بابا این چیه؟ این چیه؟ متک متکو چه آروم وسط زدی؟ خیلی زود زد. هل نشو بابا. کاکوتا هم سنش بالاست، الان میتونه این حرکت ها رو بزنه. 20 دقیقه دیگه نمیتونه. استقلال میاد یا نه. او الان این ماشریپا فوت گل بود، دیدی؟ آکن سهرابی کاکوتا اومد ارتباط رو قطع کرد. جای یکی دیگه هم میآوردی داداش. پاس گل کرد برای اومد یه لایی انداخت، یه تک به تک رید. توپ سیو رونالدو. اینی شوت رونالدو رو گرفتی. باری کله مراد من. چه شوتی از رونالدو میگیره تو 6 قدم. رونالدو میاد میزنه. چی گرفت حسینی؟ واه بیرونگند و اینا اصلا به ایرانی ها نمیتونه گل بزنن. نه چه سریه. البته به ایران گل زده بودا جام جهانی، نمیدونم 2000 چند بود قدیم ها. وی آر چرا؟ اولین گل فکر کنم ملی رونالدو تو جام جهانی بود. آره اولین گل جام جهانی شو رونالدو به ایران زده بود رو پنالتی. نه از اون مشتی که کردی تو گلت، نه از این سایت، نه بیرون. باری کل براز ریدی داداش شما کردی. تصمیم پنالتی تصمیم درستی نیست و ادامه بازی. کاکوتا همه نگاه کاکوتا. اسکولا شما از فوتبال چیز حالیتونه؟ نصف بیشتر تیمتون که خارجی هم، نصفی دیگه هم که عربن میگن دیگه. اونا هم اکثرشون دو تابعیتی هم. یعنی مثل بری نگاه کنی همون 5-6 تایی که مثلا عربن، مثلا یه 2-3 تاشون هم دو رگن. باقی ماندم کمک بکنه. این برای پیتسو موسیمانه هم که شروع بهتری خواهد بود. با این یارو پسره که به پس گل زده فکر کنم. ایرانی‌ها کوشن چرا انقدر ساکت؟ لیدر ندارن مگه استقلال لیدر نداره؟ علی زلزله حاجی میشناسیدش که فیفا میزنه؟ یه راسته اینجا داشت رو نشون میداد، من دیدمش. دهنه سرویس مگه اونجاه؟ احتمالاً داره ولاگ. کاکوتا میگاد اون وسط. وای کاکوتا آجوی توپ میاد دستش سرویس میکنه اون وسط رو. چی شد؟ حرکت کاکوتا باعث شد که یه مقدار انس دست به اعصاب بشه و با تعداد پرشمار همه فشار نیاره. آره این حرکت های کاکوتا، چون کاکوتا رو میشناسن میدونن این توپ بیاد دستش موقعیت بدی میسازه، موقعیت گلزنی میسازه. بخاطر همین انس یکم دفاع اضافه کرده، یکم اومده عقب‌تر دیگه. با تموم
چیزاشون حمله نمیکنه نفراتشون. نه دفاع هیچی نداره. وای چه پاسی داد، گفتم این حمله خطرناکه. چه سیوی سیلوا، علی داشت میکرد تو گل. سیلوا سیاه چه سیوایی، خدا من دارم دیوونه میشم. آفرین به سید و سیلوا، ما 2 تا گلر داریم. کس کشم بکن اینجا میزنه حسینی با تیر و دست میگیره. چه شوتی زد دهن سرویس تالیسکا، همه جوره شوت میزنه. بلانکو رو بیار. بلانکو بازی با پاش خیلی خوبه بابا، بیار دیگه بلانکو رو. مثل همون داستان این سال کثیر پرسپولیس داره میشه. من گفتم این سال رو بیار نیاورد. بابا بلانکو رو بیار، بالاخره میکل داره اون وسط، بدن میذاره، بازی با پاش خوبه. کاکوتا رو الان داری. رونالدو هدو زد گرفت برگشتش یارو گل کرد. یعنی واقعا کارش نمیشد کرد. سید حسین حسینی واکنش اولم نشون داد ولی بابا ولی خدایی استقلال خوب نشون داد. 81مین دقیقه گل آیمریک لاپورت به سر. رونالدو دهنت سرویس، اون هدی که زدی. بابا رونالدو رو بگیرید دیگه. این سر گرفت آفساید، ناکامشون گذاشت. اما در بار دوم 3 نفر خالی اون جلو گرفتن. ضربه برگشتی بود که به گل تبدیل شد. میگم بلانکو رو بیار، سر میزنه. گاوی بابا، سرابی گم شو برو بیرون بابا. چی داره میگه؟ نه چی شده خدا کنه آجی، چی شده باشه. رونالدو خودشو جدا کرد، هدو زد، حسینی گرفت، لامصب 3 نفر اون جلو هن. بلانکو رو نمیاری ها؟ بلانکو سرزن اگه الان بود به نظر این گل رو میخوردین؟ نه خداییش بلانکو الان بود گل میخوردن اینا. یه چیزی واسه دست دادن نری، دهن سرویس سرابی بکش تو، هر کی داری ببر جلو. آرمان و بلانکو رو بیار نوک، بودو همین الان بودو. دیگونه همه خارجی مارجی هست، این تیم النصره فقط اسم تیم عربیه به قرآن. تیم کف اروپاه، تیم لیگ قهرمانانه. چی شد اومدید جلو؟ تازه پرس کنید، منتظری گل بخوری کسخالی سرابی داداش. بیا الان پرس کردی نها کن، سوتی دارن میدن. رونالدو چی کار کردی آقای رونالدو؟ توپ زیر پاش نزن زیرش. آقا میاری اون یارو رو، بلانکو رو؟ یعنی شاید بلانکو نیست من الکی هم تو دارم میگم بلانکو بیار. آقا اگه بلانکو نیست آرمان رو بیار، یه سری یه چی بابا، یه سانت کنید، یه حمله تدارک ببینید، 2 تا پاس بدید. او دیگه اینجوری هم نیست یارو دفاعشو تا ته آورده جلو دیگه. بیا تازه داره بلانکو رو میاره. حروم زاده بلانکو رو الان میاری. آره بینا برابی دهن تو گاهی برو گم شد دیگه الان. برو گم شد دیگه بابا. تا پاله بلانکو رو الان آورده بودیم، مگه هد میتونستن اینا بزنن؟ او یارو سرزنه بلانکو، اینجوری نگاش نکنید بابا، 2 متر قدشه. همون سر که رونالدو زد میزد رو سرش، حداقل اون رو میزد سر دوم میزد. روح مسی تو تن توه. هم کش ببین تو بچه محل مسی بودی، تو یه شهر بزرگ شدی. بیا میتونی شبیه یکم حال و هوای مارادونایی داره این گوستاو بلانکا. بیا داداش بیا یه دونه اون شوت خرکی ها بزن، اون شوت های آرژانتینی. یه دونه لاوتارو مارتینزی مثل بازی اینتر و روم بزن. یه مانشا هم بود تعویض نشد، بازی شروع کردن. بازی هم دنبال میشه 85 یه تا بیایم بازی توپ بره بیرون.
آیا استقلال میتونه یه بار دیگه به نتیجه مساوی پرس 80 دقیقه رو هوشمندانه و خوب این بار زمین هیچ بابا. تاکتیک چیه سهرابی؟ کریس رونالدو بود که بیا بابا ورشن چیز کرده. سهرابی کشیده عقب تیم اینجا رو. 4 تا هافک 4 تا دفاع. چه خبره بابا؟ رونالدو هم که اون وسط هی اینجوری پاس میده پشت پا. این قشنگ به تخم. پرس کنید دیگه. خب اینا باشه تا صبح میخواد بازکاری کنه. تابلو تعویض نه برای گوستاو برانکو بالا رفته نه برای زکی پور. هر دو تازه زکی پور از کنار زمین یه مقدار جدا هم شده. پرس کنی. از این لحظه به بعد به نفشه چون سنتیاز تو جیبشه. دادا راه نرو داداش. مرادبند کشید بیرون. خب ابوالفضل جلالی آرش رضاوند هم به بازی بیاد. آرش رضاوند زکی پور رو گفت بیاد. یعنی گفت برو تو بشین رضاوند بیاد. خنده داری ها سهرابی. خیلی کلت خنده داره اصلا. اسلامی رو بیرون کنارش رضاوند آورد. بخندید بابا. خوشحال باشید. ریدم تو این تاکتیکا شاشو. اسکول کچل. برو گمشو بیرون بابا. بلانکو رو الان آورده دقیقه 87. گو میخوردی اینو دقیقه 70 میآوردی. سرا رو تو محوطه میزد. تو هم که تیمتو ماشاءالله که کشیدی عقب دیگه. نکونا هم علکی گردن بیرون. نکونا هم والا همینجوری بازی میکرد. یا تالیسکا گاهی همه رو دیریب کرد. اومد بیا لاش باز لاش گوشته سوسیسه سوسیس تیرک اکون آوردیم. پسر 19 ساله خوب نگاه. بازیکن 17 ساله است میدونه باید چی بزنه. ایسا این رو فرشاد و لوکاس ژائو اسکول دیشب ورایشون کوبیدن تو پای یارو. خب پاسکاری چون دیریب میکنن اسکول. یا رونالدو رفت. یا رونالدو پشما چیکار میکنه بابا؟ 40 سالشه چیکار داره میکنه اون وسط ناموسن. خاره اعتماد به نفس رونالدو به قرآن پاره کرده. بتونم ببینیم پرس رو از کجا انجام میدن و چقدر بالا بازی میکنن برای اینکه بابا چرا تو همش دست حسینیه بابا. 2 تا پاس بدید تو میاد جلو. اینو رافائل سیلوا رو یه استاپ نمیتونه بکنه. خطا نکن. بلانکو ببینیم آقای مخادمه چقدر وقت طرف شده میخواد منظور هیچی. بکنه. بازی اصلا وقت طرف شده نداشت. 5 دقیقه. آها بزن پاس میده. بزن شوتا دیگه. احمق بازیکن ایرانی کی دلشون نمیاد از گوشا شوت بزنن. بابا گوش شوت بزن دیگه. چرا پاس میدی؟ رونالدو ببین از کجا شوت میزنه. تالیسکا ببین از کجا زد. تو که اصلا میخوای دفاع کنی. تو که تیمتو داری دفاعی میچینی. اسکول احمق. بلانکو آرش چی میگم آرش بلانکو رمضانیو بیار تو. قدرت سرزنشون بالا صداقه محوطه ساند میشه. سرا رو بزنن دیگه. تو که نمیخوای حمله کنی و واسه اونا رو نمیاری. رونالدو بلانکو ماکو بازی با پای بلانکو رو دیدی؟ خداییش اون وسط چه توپی در آورد. نمیتونن بدن که به بلانکو. رامین رضاییان هم که محو شده اصلا. کو هست اصلا تو بازی. فوک تو نگیر بابا. توپا زد آرش رضاوند. شبیه شطور میمونی. کاکوتا بابا دمت گرم. خدای کاکوتا رو زودتر بیار. خب این همه پول دادی خریدی. یارو تو محوطه میاد دیریب میکنه. پاس گل داره میده. ببینیم رافائل سیلوا. آها رامین شالا رامین ماشاءالله پسر. بدنش میچربه به بروزوویچ. پسو چه سانتیه.
دقیقه 96 میزنی زیرش. تیم سهراب بختیاری زاده بد بازی نکرد اما داد بازی نمیکنه. از بازی رید خورد که رونالدو هم که حالا ناکام نموند و رو سر ضربه سر رونالدو این تو گل شد دیگه. اما اول میگم دقیقه 50 تو حداقل با کاکوتا رو میآوردی، دقیقه 60 حداقلش بلانکو میومد، رمضانی، آرمان زلاتان. تو اگه دقیقه 60 آرمان زلاتان و کاکوتا و این پسر بلانکو رو میآوردی، تو که 90 دقیقه عقب نشسته بودی. بابا خب حداقل اینا رو این ضربه سرا کمکت میکردن یا نمیکردن؟ بابا آرمان رمضانی رو زمین نمیتونه بازی کنه، همه دیگه میتونن رو هوا بازی میکنه، یعنی ضربه سرش فوق العاده است. تو اگه آرمان رمضانی الان آورده بودی به نظرت گل میخوردین؟ بلانکو رو میآورید به نظرت گل میخوردین؟ نمیخوردید دیگه. کاکوتا رو الان 10 دقیقه آورده تو 3 تا موقعیت ساخته یارو. 10 دقیقه آوردنش تو توپو گرفته، 2 نفر رو دریبل زده، پاس انداخته عمقی، اصلا پشما همه ریخته. و دیگه این بازیکن‌ها رو کجا میخوای استفاده کنی تو؟ به قرآن مجید اینا مسی رو هم بیارن میذارن دقیقه 90 بازیش میدن. مربیای ایرانی اینطوری ان. الان استقلال رو ببین، مسی و رونالدو رو هم بیارن میذارن دقیقه 85 به یارو بازی میدن. اینا از صحبتای رامین راست میگه دیگه بابا، راست میگه. بازی بعد الان تو ایران میبود با 100,000 تا تماشاگر. بابا دهنتون سرویس. به قرآن الان 100,000 تا تماشاگر واسه استقلال پرسپولیس اومده بود، مگه اینا میباختن؟ عمرن میباختن. نه اینکه حالا اشکال از مربیگری هم هست. ببین 50% مربیگریه بود، 50% میزبانیه. یعنی قشنگ این دوتا دست به دست هم دادن، ریدن تو این تیم استقلال و پرسپولیس. اون وقتی یه مهاجم درست نره پرسپولیس 5 تا مصدوم داره و تو زمین خودش نیست، محروم از 100,000 تماشاگره، نتیجهش میشه که یکیش ببازه، نتونه بازی خوب ارائه بده. این هم استقلال اینجوریه، مربی نداره و این همه داستانا. مربیش اینم که اومده اسکل 3 تا بازیکن کلیدی وقتی تو میخوای دفاع کنی بازی نمیدی، وقتی میدونی قدرت سرزنی دارن بازی نمیدی. اما هم که اینا محروم از 100,000 تا تماشاگر. این دوتا هم دست به دست هم داد که استقلال هم امشب ببازه. توجه کنید جفتشون هم یکیش باختن. خب دوستان این هم بود از این ویدیو. حتما کامنت بذارید و با لایکاتون منو حمایت کنید، چرا که انرژی میگیرم و میدین واسه لایو ریاکشن های دیگه. اگه حمایت بشه لایکاتون حمایتتون بهم نشون بدید. دمتون گرم.